دوستای خوبم، سلام. به دیلی نیوز خوش اومدید. در این ویدیو به سراغ یکی از پرحاشیه ترین ستاره های سینمای ایران میریم. نیکی کریمی، از روزهای درخشان او در فیلم عروس تا تبدیل شدن به یکی از چهره های جهانی سینمای ایران. از شایعات ازدواج و زندگی شخصی مرموزش تا دارایی‌های میلیاردی و خانه‌های لوکس، از حضور در جشنواره‌های بین‌الملل تا خبرهای جنجالی درباره خداحافظیش، از بازیگری، همه چیز را برایتان روایت می‌کنیم. این ویدیو پر از ناگفته‌ها، رازها و حاشیه‌هایی است که کمتر شنیده اید. نیکی کریمی متولد 19 آبان 1350 در تهران است. بازیگری که از دهه 60 تا امروز یکی از مهمترین و پرحاشیه ترین ستاره های سینمای ایران بوده است. او از همان نوجوانی وارد عرصه بازیگری شد. با فیلم عروس به کارگردانی بهروز افخمی در سال 1370 به شهرت رسید. فیلمی که او را به همراه ابوالفضل پورعرب به زوج طلایی سینمای ایران تبدیل کرد. نیکی کریمی خیلی زود به یکی از پرکارترین بازیگران زن ایران تبدیل شد و در فیلم‌های متعددی بازی کرد، از سارا، پری تا دو زن و بعدتر در دهه 80 با فیلم‌های متفاوتی مثل دیوانه‌ای از قفس پرید. در دهه 90 با حضور در پروژه‌های بین‌المللی او نه تنها بازیگر بلکه کارگردان و تهیه کننده هم شد و نشان داد که فقط یک ستاره تجاری نیست بلکه هنرمندی جدی است. اما در کنار این موفقیت‌ها زندگی شخصی او همیشه پر از حاشیه بوده. از همان سالهای ابتدایی شهرتش شایعات زیادی درباره ازدواج و روابط شخصیش مطرح شد. برخی رسانه‌ها مدعی شدند او ازدواج کرده و حتی بچه دار شده، اما هیچ وقت این موضوع را علنی نکرد. برخی دیگر گفتند او به عمد زندگی شخصیش را پنهان می کند تا کنجکاوی ها بیشتر شود و همین باعث افزایش محبوبیتش شود. در مصاحبه های مختلف وقتی از او درباره ازدواج پرسیدند همیشه با خنده و شوخی از پاسخ تفره رفت و همین سکوت باعث شد شایعات بیشتر شود. برخی کاربران فضای مجازی حتی عکس‌هایی منتشر کردند و مدعی شدند که او ازدواج کرده. اما هیچ وقت این خبر تایید نشد. همین رازآلود بودن زندگی شخصیش باعث شده همیشه در صدر خبرها باشد. از نظر مالی هم نیکی کریمی یکی از پردرآمدترین بازیگران زن ایران محسوب می شود. دستمزدهای بالا برای بازیها و فیلمها و سریالها، قراردادهای تبلیغاتی و سرمایه‌گذاری در املاک باعث شده او به ثروت قابل توجهی برسد. گفته می شود او چندین واحد آپارتمان در تهران دارد و بخشی از سرمایه‌اش را در پروژه‌های تجاری سرمایه گذاری کرده. همین دارایی ها باعث شده لقب بازیگر میلیاردی به او داده شود. اما در کنار این موفقیت ها حاشیه ها هم ادامه داشت. در سالهای اخیر شایعاتی درباره خداحافظی او از بازیگری مطرح شد. برخی گفتند او قصد دارد به طور کامل از سینما کنار برود و فقط به کارگردانی و تهیه کنندگی بپردازد. برخی دیگر مدعی شدند او به دلیل فشارها و محدودیت‌ها تصمیم گرفته از بازیگری خداحافظی کند. همین شایعات باعث شد دوباره نام او در صدر خبرها قرار بگیرد. در فضای مجازی برخی کاربران نوشتند که او دیگر علاقه‌ای به بازیگری ندارد و می‌خواهد زندگی شخصی آرامتری داشته باشد. برخی دیگر گفتند او به دنبال مهاجرت است و همین باعث شده کمتر در پروژه‌های داخلی حضور داشته باشد. در کنار اینها شایعاتی درباره تغییر سبک زندگی او هم مطرح شد. برخی رسانه‌ها نوشتند او در خارج از کشور زندگی می‌کند، به همین دلیل کمتر در ایران دیده می‌شود، اما خودش هیچ وقت این شایعات را تایید یا تکذیب نکرد.
همین سکوت باعث شد کنجکاوی ها بیشتر شود و هر بار که او در یک مراسم یا جشنواره حاضر می شد نگاه ها به سمتش جلب شود. در پایان بخش اول باید گفت نیکی کریمی امروز نه تنها یک بازیگر بلکه یک برند شخصی است، کسی که نامش با شهرت، ثروت، حاشیه و جنجال گره خورده. بعد از مطرح شدن شایعات خداحافظی نیکی کریمی از بازیگری، فضای رسانه‌ای ایران پر شد از تحلیل‌ها، واکنش‌ها. برخی گفتند او دیگر انگیزه‌ای برای بازیگری ندارد چون همه افتخارات ممکن را به دست آورده، از سیمرغ بلورین جشنواره فجر گرفته تا حضور در جشنواره‌های بین‌المللی. برخی دیگر گفتند او به دلیل محدودیت‌ها و فشارها تصمیم گرفته از بازیگری کنار برود و فقط به کارگردانی بپردازد. در این میان شایعاتی درباره تغییر سبک زندگی او مطرح شد. به همین دلیل کمتر در ایران دیده شد. برخی دیگر مدعی شدند او قصد مهاجرت دارد و همین باعث شد کمتر در پروژه‌های داخلی حضور داشته باشد، اما خودش هیچ وقت این شایعات را تایید یا تکذیب نکرد. همین سکوت باعث شد کنجکاوی ها بیشتر شود و هر بار که او در یک مراسم یا جشنواره حاضر می شد نگاه ها به سمتش جلب می شد. در کنار اینها زندگی شخصی او هم همچنان پر از شایعه بود. برخی رسانه ها نوشتند او ازدواج کرده و حتی بچه دار شده، اما هیچ وقت این موضوع رو علنی نکرد. برخی دیگر گفتند او به عمد زندگی شخصیش را پنهان می کند تا کنجکاوی ها بیشتر شود. نیکی کریمی یکی از اولین بازیگران زن ایرانی بود که در جشنواره‌های جهانی حضور فعال داشت. او داور بین‌المللی جشنواره‌هایی مثل کن، لوکارنو و دمشق بوده و چندین جایزه جهانی برای بازیگری دریافت کرده. نیکی کریمی ازدواج نکرده و فرزندی نداره. او در مصاحبه‌هایش گفته روی کار و رشد فردیش تمرکز دارد و از تنهایی لذت میبرد. به عکاسی، نویسندگی و ترجمه کتاب علاقه دارد و چندین ترجمه از نویسندگان خارجی منتشر کرده مثل کافکا در کرانه. به سفر، طبیعت، ورزش‌های سبک مثل یوگا علاقه‌مند است. او به عنوان چهره‌ای آرام، مستقل و فرهنگی و روشنفکر شناخته می‌شود. در مصاحبه‌هایش همیشه از حق انتخاب، احترام به زنان و ارزش مطالعه و هنر صحبت کرده است. کریمی از جمله هنرمندانی است که بدون جنجال رسانه‌ای مسیر حرفه‌ای خودش را ادامه داده. نیکی کریمی فقط یک بازیگر محبوب نیست، او نماد زن مستقل و هنرمند و باهوش ایرانی است که از دهه 70 تا امروز بدون حاشیه با کیفیت هنری بالا در سینمای ایران حضور فعال دارد. دوستای خوبم، ممنون که با ما همراه بودید. برای حمایت از کانال دیلی نیوز ما رو ساب کنید، زنگوله رو بزنید و ویدیو رو لایک کنید تا همیشه در جریان داغ‌ترین اخبارهای سلبریتی ها باشید. تا ویدیو بعدی، بدرود.